درود دوستان. میخواستم چند تا ویدیو در مورد پروتکل‌های مختلف ضبط کنم، ولی چون دیدم جدیدن IPv4 داره بلاک میشه و خیلی از IPv6 استفاده میکنن، یه سری اشتباهات وجود داره. گفتم یه ویدیو بگیریم که با هم نحوه استفاده سریعش رو یاد بگیریم. IPv6 رو من فکر کنم 2 ماهی هست دارم استفاده میکنم، تا الان فیلتر نشده، مشکلات به وجود نیاورده، فقط باید نحوه استفاده سریعش رو یاد بگیریم. ببینید یه اشتباهی که وجود داره، خیلی من از 624 یا تانل V6 استفاده میکنن با استفاده از تانل بروکرهای مختلف مثل هوریکون و سایت های غیره. این IP V6 رو به V4 تبدیل میکنن که خب این اشتباه، اصلا این کاربردش برای بحث VPN نیست، چون شما وقتی پکت رو ارسال میکنید هم آدرس IP V6 تون هست هم IP V4 تون. فقط برای مواقعی استفاده میشه که شما دسترسی به IP V6 ندارید ولی لازم دارید. ولی داخل این شکل کفتش یه ذره پایینه. اگه نگاه کنین هم دستینیشن و سورس IP V4 و V6 برای هر دو طرف هستش، برای هر دو پوینتش هستش. دو تا مشکل دیگه هم داره، یکی بحث پرایوسیشه که دیتاتون داره از یه هاب دیگه رد میشه. خب این سایت میتونه کل دیتای شما رو اگه اینکریپت نشده باشه ببینه، اسنیپ کنه. مشکل دیگه هم که داره بحث لیتنسیه که لیتنسیشو افزایش میده، سرعت وی پی ان میاد پایین‌تر. کلا کاربردش برای بحث وی پی ان نیست. یه روش دیگه هم که یه سری دارن استفاده میکنن ریورس تانل هست که ریورس تانل هم خیلی هم رو وی پی اس های ایران جواب نمیده چون کانفیگا پایینه. من که رو کانکشن های بالا به سیستم فشار میاره، خب سرعتش رو دوباره میاره پایین‌تر. یه روش خیلی ساده و راحت وجود داره، روش درستش همینه که بیایم از کلاود پرووایدرهای داخلی که IPv6 ارائه میدن استفاده کنیم. من حالا با سایت آروان کار میکنم، اگه کسی پرووایدر دیگه میشناسه ممنون میشم تو کامنت ها بذارید که ما هم استفاده کنیم. برای شروع میایم داخل سایت آروان. فکر کنم شما فقط موس من رو نمیبینید دیگه، ببخشید. من توضیح میدم. داخل سایت قسمت سرور لیست ابرک ها، ساخت ابرک جدید رو میزنم، دیتا سنتر یکیش انتخاب میکنیم. سیستم عامل ترجیحاً CentOS باشه، اوبونتو. من اوبونتو ورژن آخر میذارم، تایید میزنم. سایز دیسکش بر ما کفایت میکنه، تغییری نمیدم، تایید میزنم. نوع دسترسی حتما کلید SSH تون رو وارد کنید، با کلید SSH وارد سیستم بشه چون امنیت بالاتری داره. این کنارش شبکه به IPv6 رو حتما باید بزنید، تیکش رو IPv6 رو فعال کنید. اینجا تایید رو بزنید. یه اسم باید برای VPS تون انتخاب کنید، تایید رو بزنید و ساخت ابرک جدید. حدوداً 5 دقیقه طول میکشه. من چون خواستم وقتمون گرفته نشه از قبل ساختم. خب نیاز به یه سرور خارج هم داریم. من یه سرور داخل سایت هتسنر ساختم، لوکیشن آلمان با IP v4 و v6. وقتی سرورتون ایران ساخته شد داخل سایت آروان، این گزینه بغل IP رو که بزنید میاد IP v6 هم بهتون نمایش میده. من به IP v4 سرورم متصل میشم، کپی میکنم، با دستور سودو روت میشم. اولین کاری که میکنم IP v6 سرور خارجم رو اینجا پینگ میگیرم که مطمئن باشم مشکلی وجود نداره. خب میبینی که داره پینگ میده و اوکی همه چیز. IPv4 سرور من کپی میکنم، به سرور خارج من وصل میشم. اینجا باید دستور آپدیت و آپگرید رو برای هر دو تا سرور بزنید. من از قبل زدم اینو، شما هم بزنید هر دو تا سرور. تنها کاری که باید انجام بدین
یه پنل XUI می‌خوایم نصب کنیم که روی هر دو تا سرور باید نصب بشه. اول رو سرور ایران نصبش میکنم، ورژن حالا دادخواهتون، من 1.7 ماه رو انتخاب میکنم. داخل سرور خارج هم همین کارو میکنم. خب داخل سرور خارج یوزرنیم پسورد ادمین میذارم. فقط اینجا یه تفاوتی وجود داره. پورت خارج هم 8000 انتخاب میکنم. سرور خارج میام بیرون چون دیگه کاری ندارم. فقط شما تنظیمات UFW و SSH روی دو تا سرور انجام بدید که به مشکل نخورید. خب داخل سرور ایران یوزرنیم پسورد همون ادمین میذارم. فقط فرقش اینه که پورت سرور ایران رو 9000 گذاشتم. سرور میبندم دیگه، سرور کاری ندارم. IP بیفور سرور داخل کپی میکنیم، با پورت خودش که 9000 بود وارد میشم. یوزرنیم پسورد وارد میکنم. قسمت اینباند ادین باند رو میزنم، یه اسم انتخاب میکنم، پروتکل رو دو کد مدول میذارم. پورتمون 443، دستینیشن پورتمون 443 باشه. IPv6 سرور خارجی کپی میکنم، قسمت تارگت ادرس کپی میکنم، /64 رو پاک کنید، 1 میذارم خارج. خب این IP ولیدشه. نتورکش هم TCP UDP باشه. کرایتو میزنم، یه ایمان دیگه هم اضافه میکنم، اسمش میذارم پنل. پروتکل همون دو کد مدول میذاریم، پورتمون 8000 باشه. پورت دستینیشنش 8000، تارگت ادرس دوباره /64 پاک میکنم، 1 میذارم. کرایتو میزنم. خب تموم شد دیگه، با سرور ایران کاری ندارم. یه بار دیگه IP سرور ایران رو کپی میکنم، این بار با پورت 8000 وارد میشیم. ادمین رو میذارم، تایید میزنم. قسمت این باند ادین باند رو میزنم، بی اسم براش انتخاب میکنم. من تست مثلا ژانویه 9، پروتکل ویلس باشه، پورتش حتما 443 باید باشه. ترانسمیشن TCP، HTTP و تیکش رو میزنم. یه هدر برای ریکوست اون ست میکنیم، حالا هر چیزی که باشه. من یه سایت داخلی مثلا wardash.com رو میذارم و تمام، کاری نداریم. فقط شما برای اینکه پرایوسیتون امنیتتون بره بالاتر TLS رو فعال کنید، یه سرتیفیکیت بگیرید و از دومین استفاده کنید. من یه کاری ندارم، کرایت رو میزنم.
خب اینجا چون من سیستمم لینوکسه، رو کامند لاین وی پی ان دارم، باید به گوشی بقیه‌شو بهتون نشون بدم. تستشو به گوشی میگیریم. میبینیم که متصل داریم داخل یوتیوب. میبینیم که وصل شده و داره بالا میاره. سرعتش هم خوبه. فقط مسئله‌ای که هستش، حتما از دامنه استفاده کنید و اینکه اگه میخواید روی ایرانسل استفاده کنید این روش رو، میتونید مستقیما IPv6 تون رو پشت دامنه بذارید، دیگه به سرور ایران وصل نشید که از این سرور ایران ندید. و اینکه این روشیه که اکثرا جدیدن دارن بابتش پول میگیرن، نصب میکنن. کار سختی نیست، خیلی هم راحته، فقط باید بدونیم که چی استفاده کنید. همین. امیدوارم که استفاده کرده باشید، موفق باشید.